وقتی قرار فرش‌ها با اختراع یک جوان شسته و خشک بشه. هر چیزی که اینجا می‌بینید همش توسط خودمون بومی سازی شده. آقای طاهری در یکی از قالیشویی‌های عراق فعاله که با دغدغه مصرف انرژی دست به خلاقیت و نوآوری زد. با ایده‌ای که توی ذهنمون بود و چند سالی که حالا تو صنف قالیشویی کار کرده بودیم، اومدیم اینو مهندسی معکوسش کردیم از دستگاه شیرینگ بسته‌بندی. حالا اونا طولشون مثلا 1 متر یا 2 متر هستش. ما این اومدیم 24 متر طول به این اضافه کردیم. بعد از یه سری سشوارهای خیلی خاص برای پشت فرش استفاده میکنیم. قبلا 1 ساعت خشک میکردیم، الان با این دستگاه اومدیم 7 دقیقه خشکش میکنیم. این خشک‌کن دارای درجه حرارت معینی برای جلوگیری از سوخته شدن و البته ماندن رطوبت در فرشه. تا چند تا فرش سوزوندین تا به این درجه دما رسیدین که باید خشکش بکنه؟ ما فرش واقعیتش اگه بخواید 3 تا دونه فرش سوزوندیم، ولی فرشا مال خودمون بوده. با استفاده از این اختراع هزینه مصرف انرژی به کمترین میزان میرسه. اگه قبلا ما 10 میلیون پول گاز میدادیم، با این حرکت ما کردیمش 1 میلیون. حالا هر تخت فرش در کمتر از 1 ساعت شسته و خشک میشه. از لحاظ باکتری و میکروب کاملا عاری هستش، یعنی هیچ گونه میکروب و باکتری داخلش نیست. 20 متر کانکس گرمایشی داره، 4 متر هم محوطه خنک‌کن داره. من از پرسنل اینجا هستم. این 12 متری که داره لول میشه فرش خودمه. صبح آوردمش و زور نشدم میخوام ببرمش. برای ثبت اختراع اقدام کردیم. در یک حساب سرانگشتی از تعداد قالیشویی‌ها و مصرف انرژی به رقم سرسام‌آوری از میزان مصرف انرژی میرسیم که امید با توسعه این اختراع هرچه بیشتر در مصرف منابع صرفه‌جویی بشه. دستگاهی که با ساخت اون مصرف انرژی به 1/10 کاهش پیدا کرده و در مرحله ثبت اختراعه. زهرا نوری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.